صف مسئله پسگویی یا بدگویی و یا غیبت بسیار عام است، بی حد عام شده که حتی من من حیث یک عالم شاید غیبت کرده باشم، حافظین قرآن غیبت کرده باشن بی حد، مشایخین شاید زیاد غیبت کرده باشن، دعوتگران که مردمای دیگر اسلام میکنیم ما شاید این عمل نسبت به دیگرها زیاد انجام داده باشیم. دیگرها خود گله نیست که اونا غافلین هستن. ما شما و برادران و خواهران دیگری که دعوای خوبی دارین و دارند، همین غیبت همین خوبها برادران بسیار عزیز و خواهران گرامی خوبها زیاد غیبت میکنن. فلهذا اگر یک خوب ولو نمازخوان باشه، ولو روزگیر باشه، ولو مولوی و حافظ قرآن باشه، ولو شیخ و دعوتگر باشه، ولو مجاهد و حاجی باشه، ولو برادر و خواهر عوام دیندار و صالح باشه، اما اگر زبانکش تلخ باشه گویا هیچ چیزی نکرده و هیچ چیزی نداره. که امروز ما او را برتان از آیات کلام الله مجید و از احادیث گوهربار جناب حضرت محبوب دلها، شیرین ترین شخص، شیرین کلام ترین شخص، خوشخوی ترین شخص، پاک ترین قلب و زبان را جناب حضرت محمد رسول الله علیه السلام داشت که متاسفانه امروز کثیف ترین زبان را زیادی از مسلمان ها دارد، تلخ ترین زبان را بهترینی از مسلمان ها دارد که شاید از سر رویش نور بباره ولی از زبانش ظلمت، ولی از زبانش غیبت، ولی از زبانش توهین، ولی از زبانش استهزاء و تحقیر. اما من امروز نمیتونم که همگی اینها رو بگویم. شاید بعد از رمضان اگر انشاءالله زنده بودیم آفتهای زبان صحبت بکنم که زبان خودش 20 تا گناه را داره. یکی از او گناههای خیلی خطرناکش غیبت است که او شعر باید در کست ها هم نوشته شود، در CD ها هم، و در هر جایی که روان میشه باید همین شعر تکان بده بیننده را و خواننده را که کسی که پاک نسازد زبان ز غیبت خلق، هر کس که زبانش از بدگویی خلق خدا پاک نمیکنه اگر گناه کرده به تو چی؟ بنده خداست، خداوند میفهمه که جزا میده یا میبخشه بعضیاری بدگویی که داره رو خدا بخشه جل جلاله. مسواکی که برای پاک کردن دهنش میزنه چون این آدم دهنش پاک نیست، غیبت کرده، دهنش خونپور است، به گوشت حرام آغشته است. قرآن میفرماید، من قبلا تلاوت کردم آیه 12 سوره حجرات، ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکند. الله بی نیاز پشتیبانی از بنده های مظلوم خود میکند. کسی که مردم زیاد بد گفت او مظلوم است، دل او را مشکنانند، توهین، تحقیر، استهزاء، غیبت. او یا فقیر است یا نادار است یا مظلوم است یا بیچاره است یا گناهگار است. خداوند از امو مظلوم دفاع میکنه، میگه ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکند بعضی از شما بعضیتان را، به خاطر که ما را پروردگار حکیم، یک نام خداوند چیست؟ حکیم، به حکمت بفهمانه. چون ما مردمای اکثر نافهم هستیم، گپ را درک نمی کنیم، وگرنه خو ولا یغتب کفایت کرده بود، فرمان شد که غیبت نکنه، بس دیگه گپ کافی بود. ولی او حکیم و علیم میداند که بنده های بسیار لجوج مستدل استدلال در راه غلط میکنه، برش حکیمانه میفهمانه. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، آیا دوست دارد یکی از شما که بخورد گوشت برادرش را؟ خب وقتی گفته بود پروردگار که گوشت برادر را کس میخورد، شما بگوین گوشت انسان کس میخورد؟ اول نمیگه انسان، به خاطر که خوب با اوتر پروردگار بفهمانه انسان خو گوشت را کس نمیخوره، بعد از برادرش خو بیخی نمیخوره. گوشت برادرشه، برادر تنشه یا برادر مسلمانیشه خو بیخی نمیخوره. قرآن چه میفرماید؟ آیا دوست دارد یکی از شما که بخورد گوشت برادرش را و به این هم اکتفا نمیکنه؟ میفهمه که ما غبی هستیم، کن ذهن هستیم، قلب ما سخت است. میتن،
او برادرم مرده باشد. والله همین لحظه که به یاد امامت من خود نفسی من تقاضا نمیکنه گوشت مرده رو بخورم. شما خورده میتونید؟ یه قبرستان برین دشت شور آقای خرمایی، یک مرده بیرون شده باشه بوی گرفته باشه، گوشت خورده میتونید؟ پس قرآن میگه که گوشت مرده را که شما خورده نمیتونین فکریهتموه، بعدتان میآیه که گوشت مرده را بخورین از برادرتان خصوصا که باشه. پس میریم به گپ اول، ولا یغتب بعضکم بعضا، خیر غیبت نکند بعضی از شما بعضی از تان را. خیلی از اعمال نیکی داریم ما به دربار خداوند قبول نیست، علت غیبت زیاد میکنیم. خیلی از کارهای زیبایی را داریم، باید قلب ما چنان روشن باشه که ما از اینجا آسمان ها را ببینیم. سعی کنیم طرف آسمان میبینیم، دروازه آسمان شما نه، چرا نمیبینیم؟ انبیاء خدا و صحابه کرام میرید و بعض انسان های پاک نفس این روز هم الحمدلله میبینن، ولی ما چرا نمیبینم؟ قلب چرا کور است؟ گناه زیاد است. یکی از او خطرناکترین گناه که حتی عالم و عابد و بعض وقت عارف هم غیبت میکنه، یک کسی دیگر بدگویی میکنه. او شرابی است و زناکار است و قمارباز است و کلتر است و دراز است و لباسش این رنگ است و یک قسم نماز میخوانه و گرچند یک حدیث مبارک است که شما فاجرایی که علنی فجور میکنن برای مردم بگوین که مردم از اونا دوری کنن، ولی سند همین حدیث مبارک ما امروز دیدم که ضعیف است. حتی فاجرم باید زیاد نگویی، پشتش گپ نزنی، اما قدر بگویی برادر و خواهرت که بیادرم خواهرم که اینمی آدم نگرد که قمارباز است باز قماربازت میسازه، چرس میزنه نشوه که چرسید بسازه، شرابید بگردانه. اگر این قدر میگی غیبت نیست، به خاطری که تو میخواهی که برادر خدا از فساد و از گناه نشد. در غیر از اگر همینم زیاد بگویی غیبت است. زبان انسان را خداوند شیرین نرم خلق کرده، ما چرا زبان خدا تلخ بسازیم؟ امروز برادران محترم با برکت آمدن ماه شریف رمضان بیایین عاشقانه تعهد کنیم که ما دیگر غیبت نمی کنیم. یک سال عنوان داشتم ما دیگر غیبت نمی کنیم. چند ماه همون دوستان می گفتن که خداوند شما را خیر بده، هر لحظه ای که می خواهیم چیزی بگوییم یار ما میآید. باز مردمایی هستن که حتی بعضی علما صحبت میکنیم، ما میگم که کسی مرا میگه که مولوی صاحب غیبت نکنین، شما خو عالم هستین، مرا میگه بدین، ما چی میگم؟ نه، این قصه گپ است. تو وقتی که ما بگویم دیگه از تو چی گله است؟ باز قصه گپ است، این حقیقت است. بزرگوار، برادری عزیز، خواهر گرامی، صحیح مسلم شریف باز کو در این بحث ببین. حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان کرد مل غیبتو، غیبت چیست؟ خوب گوش کنید غیبت چیست؟ تهمت برادرها علیحده است. یک کسی که یک گناه رو نداره تو برش میگه که می گناه را کردی، این نامش چی است؟ به یک آواز بگوین این تهمت است. امی که برادری تو و من و خواهر گرامی من و شما فلان عیب را داره ولی تو میگی داره، اینمی غیبت است. بگو نعوذ بالله، امو عیب داره ولی تو میگی داره، اینمی گناه از گفتن ما و تو، این غیبت است. حضرت رسول کریم علیه السلام پرسان کرد که غیبت چیست؟ صحابه ها نمیفهمند برابری رسول الله علیه السلام. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ذکرک اخاک، ذکرک اخاک بما یکره، یاد کردن تو برادرت به چیزی که بدش می آید، چیزی که به پیش رویش بوی اگر بدش بی. حدیث مسلم ترمذی شریف است و ابو بخش حدیث ابو داوود شریف و مسلم شریف است. چیزی را بگویی که اگر برادرت بدش بیاید، نام همی چی است برادرای محترم؟ غیبت. همه ایتان بگوی نامش چی است؟ غیبت. اگر ما مسواک بزنیم، نماز بخوانیم، قرآن بخوانیم، هر کاری خوب کنیم ولی غیبت کننده باشیم، اعمال ما به دربار خداوند قبول نیست. زیرا شما بگوین کسی گوشت حرام بخوره آیا نمازش قبول است؟ نان حرام بخوره نمازش قبول است؟ عین شکل کسی که غیبت میکند دهنش پرخونی مسلمان هاست و گوشت مسلمان ها در دهنش و در حلقش فرو رفته است و رگ و پوست و خونی از ایره کینه و کدورت مسلمان ها پر کرده است. نماز این برادر و خواهر و روزه این برادر و خواهر
قبول دربار پروردگار نیست. پس بیاییم برادران بسیار محترم که با یک آواز تکرار کنیم: کسی که پاک نسازد، بخوانیم: کسی که پاک نسازد زبان ز غیبت خلق، همان کلیدی در دوزخ است. مسواکش، با مسواکش به دوزخ به طلاق می اندازد. حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمودند: مسکینون مسکینون مسکینون، بیچاره است، بیچاره است، بیچاره است. یا در روایت دیگری حدیث مسلم شریف از صحابه کرام رسول علیه السلام پرسان کرد که مسکین کی است؟ اولی اگر از شما پرسان کنم که بیچاره کی است، میگین شما هم که کسی که پیسه نداشته باشه. صحابه کرام فرمودند: من لا درهم ولا دینار له، کسی که پولیسیا نداشته باشه، حتی درهم و دینار نداشته باشه، او مسکین است، فقیر است یا رسول الله. حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم فرمود: نه خیر، مسکین کسی است که نماز خوانده، روزه گرفته، حج کرده، کارهای خوب انجام داده، ولی خونی کسی را ریختانده، مال کسی را غصب کرده، آبروی کسی را ریختانده، یعنی او را غیبت کرده، پشت سرگویی کرده، توهین و تحقیر کرده. در میدان محشر این آدم خدا کند که من نباشم و تو نباشی، تک تک شما برادرها و خواهران نباشه. این مسکین است. چرا مسکین است؟ حضرت رسول الله علیه السلام فرمودند: حسنات این آدم را، به او کسی که او را غیبت کرده، بدگویی کرده، خونش ریختانده، مالش گرفته، آبروش ریختانده، ثواب این همی ظالم را که غیبت کننده هست به او آدم بار میکنن. بالاخره ثواب ازی خلاص میشه. این آدم 60 سال تو غیبت کرده، بعضی ما 60 ساله هستیم، بعضی ما 80 ساله هستیم، 80 سال مردم بدگویی کرده و توهین کرده و زبانش کثیف ساخته، ثوابش خلاص میشه. ملائکه پرسان میکنه که یا رب الجلیل چی کنیم؟ پروردگار میگه که گناهی او مظلومی که او را زیاد بد گفته، به سر ای کسی که غیبت کننده است بار کنین، بگوین الله اکبر. بارش وزبین، گناهش زیاد، ثوابش خلاص صفر. فطریح فی النار، حدیث مسلم. پس انداخته میشه به تالا و دوزخ، بگوین الله اکبر.